مواد سازنده قطعات نیمه هادی. قطعات نیمه هادی قطعات الکترونیکی هستند که از جریان الکترون‌ها در یک ماده نیمه هادی برای انجام عملکردهای مختلف مانند سویچینگ، تقویت و پردازش سیگنال استفاده می‌کنند. این دستگاه‌ها در مدارهای الکترونیکی مدرن ضروری هستند و در طیف وسیعی از کاربردها از جمله رایانه‌ها، تلفن‌های هوشمند، لوازم خانگی و سیستم‌های کنترل صنعتی استفاده می‌شوند. در ساخت قطعات نیمه هادی مواد سازنده مختلفی به کار رفتند که یکی از آنها سیلیسیوم است. سیلیسیوم را میتوان پرکاربردترین عنصر به کار رفته در ساخت قطعات نیمه هادی در نظر گرفت. سیلیسیوم ماده اولیه کم هزینه است و اضافه کردن آن فرایند پیچیده‌ای ندارد. دامنه دمایی سیلیسیوم نیز مناسب است و در بین مواد مختلف مزیت رقابتی دارد. عنصر سیلیسیوم یا Si بیشترین کاربرد را در قطعات نیمه هادی دارد. این ماده هزینه کمتری در مواد اولیه و فرایند نسبتاً ساده‌ای دارد. دامنه دمای مفید آن باعث می شود تا در حال حاضر بهترین ماده در بین مواد مختلف رقابتی باشد. ژرمانیوم هم ماده پرکاربرد دیگری است که در ساخت قطعات نیمه هادی استفاده می شود. اما به دلیل اینکه ژرمانیوم حساسیت دمایی بیشتری نسبت به سیلیسیوم دارد، کاربردپذیری آن در ساخت قطعات نیمه رسانا کمتر است. در حال حاضر شرکت IBM یکی از بزرگترین تولید کنندگان قطعات نیمه هادی در جهان ترکیبی از عناصر سیلیسیوم و ژرمانیوم را به شکل آلیاژ برای تولید استفاده می کند. گالیوم آرسنید هم جزو ترکیبات و مواد اولیه دیگری است که برای تولید قطعات نیمه هادی یا نیمه رسانا مورد استفاده قرار می گیرد. با این حال استفاده از این مواد برای ساخت قطعات با محدودیت سایز و اندازه همراه است. همچنین استفاده انبوه از این ماده توجیه اقتصادی ندارد چون بسیار گران قیمت‌تر از سیلیسیوم است. پرکاربردترین قطعات نیم رسانا. دو نوع اصلی از قطعات نیمه هادی وجود دارد: دیودها و ترانزیستورها. دیودها قطعات دو ترمینالی هستند که جریان را تنها در یک جهت عبور می‌دهند و این امر آنها را برای اصلاح جریان متناوب AC به جریان مستقیم DC مفید می‌کند. ترانزیستورها دستگاه‌های سه ترمینالی هستند که می‌توانند سیگنال کوچکی را تقویت کنند یا جریان بزرگتری را روشن و خاموش کنند و برای مدارهای منطقی دیجیتال و تقویت کردن مدارها مفید باشند. پرکاربردترین قطعه نیمه رسانا ماسفت یا ترانزیستور اثر میدانی نیم رسانا اکسید فلز است که توسط محمد عطاالله و داون کانگ در آزمایشگاه‌های بل در سال 1959 اختراع شده است. قطعات نیمه هادی رایج عمدتاً دو ترمیناله، سه ترمیناله و چهار ترمیناله هستند. قطعات دو ترمیناله به شرح زیر هستند: دیود یکسو کننده، دیود گان، دیود ایمپات، دیود لیزر، دیود زنر، دیود شاتکی، دیود پین، دیود تونل، دیود ساطع کننده نور یا LED، ترانزیستور نوری، فوتوسل، سلول خورشیدی، دیود ولتاژ گذرا و ویسل. قطعات سه ترمیناله عبارتند از ترانزیستور پیوندی دو قطبی، ترانزیستور اثر میدان، ترانزیستور دارلینگتون، ترانزیستور دو قطبی با گیت عایق بندی شده یا IGBT، ترانزیستور یونی جانکشن، یک سوساز کنترل شده با سیلیکون، تریستور و تریاک. قطعات چهار ترمیناله به صورت زیر هستند: اپتوکوپلر و سنسور اثر حال یا سنسور میدان مغناطیسی. انواع قطعات نیمه هادی. قطعات نیمه هادی چیزی جز قطعات الکترونیکی که از جریان الکترون‌ها در یک ماده نیمه هادی برای انجام عملکردهای مختلف مانند سویچینگ، تقویت و پردازش سیگنال استفاده می‌کنند نیستند.
قطعات الکترونیکی قطعات گسسته‌ای هستند که به عنوان اجزای اصلی و اساسی مدارهای الکتریکی و الکترونیکی به کار می‌روند. این قطعات حداقل دو ترمینال دارند که برای اتصال به مدار استفاده می‌شوند. طبقه بندی قطعات الکترونیکی را می‌توان بر اساس اکتیو، پسیو و الکترومکانیکی بودنشان انجام داد. قطعات الکترونیکی اکتیو یا فعال: این قطعات برای تقویت سیگنال‌های الکتریکی جهت تولید انرژی الکتریکی استفاده می‌شوند. یک قطعه اکتیو از طریق منبع الکتریکی هدایت می‌شود. همه این اجزا به مقداری منبع انرژی احتیاج دارند که به صورت معمول از مدار دیسی گرفته می‌شود. این قطعات به منبع انرژی متکی بوده و قادر به کنترل جریان الکترون از طریق منبع هستند. قطعات اکتیو با کیفیت‌های مختلف موجودند و برخی از این قطعات الکترونیکی نیمه‌هادی‌هایی مانند دیودها، ترانزیستورها، مدارهای مجتمع یا آی‌سی‌ها، اسیلاتورها، نمایشگرهای مختلف مانند LCD، LED، CRT و برخی منابع تغذیه مانند باتری‌ها، سلول‌های فوتوولتائیک و سایر منابع تغذیه AC و DC هستند. قطعات الکترونیکی پسیو یا منفعل یا غیر فعال: این قطعات الکترونیکی از انرژی مدار الکترونیکی استفاده نمی کنند، زیرا به منبع تغذیه متکی نیستند. در نتیجه این قطعات نمی توانند تقویت کنند، اگرچه می توانند جریان یا ولتاژ را تغییر دهند. این قطعات الکترونیکی می توانند انرژی را به صورت جریان یا ولتاژ ذخیره یا حفظ کنند. قطعات الکترونیکی پسیو که عمدتاً دو ترمینال دارند شامل اجزایی مانند مقاومت، سلف، ترانسفورماتور و خازن، انواع مختلف سنسورها، موتورها، آنتنها، مموریستورها و غیره هستند. قطعات الکترومکانیکی: این قطعات از یک سیگنال الکتریکی برای ایجاد برخی تغییرات مکانیکی مانند چرخاندن موتور استفاده می کنند. به طور کلی قطعات الکترومکانیکی از جریان الکتریکی برای تشکیل یک میدان مغناطیسی استفاده می کنند تا حرکت فیزیکی ایجاد شود. انواع مختلفی از کلیدها و رله‌ها در این نوع قطعات قابل استفاده هستند. دستگاه‌هایی که دارای فرایند الکتریکی و همچنین مکانیکی هستند در زمره قطعات الکترومکانیکی قرار می‌گیرند. آشنایی با قطعات نیمه‌هادی. دیود قطعه نیمه‌هادی است که به طور معمول از یک اتصال PN منفرد ساخته می‌شود. محل پیوند یک نیمه‌هادی نوع P و N یک ناحیه تخلیه را تشکیل می‌دهد که در آن هدایت جریان با کمبود حامل‌های بار متحرک در ناحیه تهی است. دیود یک قطعه الکترونیکی دو سر است که جریان الکتریکی را در یک جهت عبور می‌دهد. دیودها پرکاربردترین قطعه نیمه‌هادی در مدارهای الکترونیکی هستند و معمولاً برای یکسوسازی جریان مورد استفاده قرار می‌گیرند. آنها از سیلیکون و ژرمانیوم، بیشتر سیلیکون ساخته می‌شوند و به دلیل داشتن ویژگی‌های گوناگون کاربردهای متفاوتی نیز دارند. امروزه انواع مختلفی از دیودها با ویژگی‌های گوناگون در بازار موجود هستند. هنگامی که قطعه بایاس مستقیم است، ناحیه تخلیه کاهش می‌یابد و این امر منجر به رسانایی قابل توجهی می‌شود. هنگامی که دیود بایاس معکوس است، جریان کمتری را می‌توان به دست آورد و ناحیه تخلیه را می‌توان گسترش داد. انواع مختلف دیودها به مقدار ولتاژ متفاوتی برای راه اندازی نیاز دارند. برای دیودهای سیلیکون ولتاژ اولیه 0.7 ولت و برای دیودهای ژرمانیوم 0.3 ولت است. معمولاً در دیودهای سیلیکونی نوار تیره یک سر دیود نشان دهنده ترمینال کاتود و ترمینال دیگر آنود است. دیودهای یکسوساز یا رکتیفیکیشن دایودز. یک دیود پیوند PN. دیود پیوند PN جانکشن دایود از مواد نیمه‌هادی ساخته می شود. این نوع دیود شامل دو لایه نیمه‌هادی است که یک لایه آن با ماده نوع P و لایه دیگر آن با ماده نوع N آلاییده شده است.
دلیل نامگذاری این دیود ترکیب این دو لایه و ایجاد پیوندی به نام پیوند PN است. این نوع دیودها به دلیل عبور جریان در جهت مستقیم و مسدود کردن آن در جهت معکوس به عنوان دیود یکسو کننده شناخته شده و برای یکسوسازی مورد استفاده قرار می گیرند. انواع مختلفی از دیودها وجود دارند که در ساخت آنها از پیوند PN با تراکم آلایش متفاوت استفاده می شود. 2. دیود زنر. دیودهای زنر قطعه‌های نیمه‌هادی سیلیکونی هستند که اولین بار توسط کلارنس زنر در سال 1934 تولید شد. جهت جریان دیود زنر در جهت آنود به کاتود یا معکوس می باشد. این دیودها به دلیل ارائه دادن یک ولتاژ مرجع پایدار یکی از معروفترین دیودهای مورد استفاده در تجهیزات برقی به شمار می روند. کاربرد دیودهای زنر به دلیل تأمین ولتاژ مرجع و ثابت در منابع تغذیه می باشد. همچنین در ساخت تنظیم کننده های ولتاژ از دیود زنر استفاده می شود. دیود زنر یک عنصر منفعل است که مطمئناً با شنیدن نام آن باید پدیده شکست زنر را نیز توضیح داد. به دلیل اتصال PN در دیود زنر بسیار دوپ شده و زمانی که دیود زنر به ولتاژ شکست می رسد، دیود در جهت معکوس هدایت شده و عمل می کند. شکست معکوس زنر به دلیل تونل زنی کوانتومی الکترونی ناشی از یک میدان الکتریکی با قدرت بالاست. دیود زنر می تواند در حالت خاص بایاس رو به جلو یا مستقیم مثل یک دیود معمولی کار کند. هنگام اتصال در حالت معکوس ممکن است جریان نشتی کوچکی در جریان باشد. 3. دیود قدرت یا پاور دیود. دیودهای قدرت دیودهای سیگنال بزرگ هستند. اینها به طور خاص برای اصلاح ولتاژ استفاده می شوند. مهمترین پارامتر دیودهای قدرت رتبه بندی PIV یا پیک اینورس ولتیج آنها است. درجه بندی PIV دیودهای قدرت معمولاً از 50 ولت تا 1000 ولت متغیر است. حداکثر جریان رو به جلو و نسبت مقاومت رو به جلو به مقاومت معکوس دو عامل مهم دیگری هستند که باید در برگه اطلاعات دیود قدرت بررسی شوند. 4. دیود یکسو کننده. دیود یکسو کننده یا رکتیفایر دیود یک نوع دیود پیوند PN با سرعت سویچینگ پایین است که به دلیل داشتن ناحیه پیوند بسیار بزرگ در جهت معکوس ظرفیت خازنی بالایی دارد. این دیود رایج‌ترین و پرکاربردترین نوع دیود است. دیودهای یکسو کننده در تبدیل AC به DC یعنی یکسوسازی مورد استفاده قرار می گیرند و قادرند جریان قوی را تحمل کنند. 5. دیود شاتکی. دیود شاتکی یا شاتکی دیود از پیوندی کوچک بین یک نیمه هادی نوع N و یک فلز تشکیل شده است. یعنی پیوند PN ندارد و به افتخار فیزیکدان آلمانی والتر شاتکی نامگذاری شده است. از نقاط قوت دیود شاتکی می توان به افت ولتاژ مستقیم بسیار کم و سرعت سویچینگ بسیار بالا به دلیل نداشتن پیوند خازنی یا پیوند PN اشاره کرد. برخی از نقاط ضعف دیود شاتکی نیز ولتاژ شکست معکوس پایین و جریان نشتی معکوس بالای آن است. 6. دیود فوق‌مانع. دیود فوق‌مانع یا سوپر باریر رکتیفایر یا دیود SBR یک دیود یکسو کننده است. این دیود مانند دیود شاتکی افت ولتاژ مستقیم کم و مانند دیود پیوند PN معمولی جریان نشتی معکوس پایینی دارد. دیود SBR سویچینگ سریعی دارد. دیودهای SBR برای کاربردهای پرمصرف، کم تلفات و سویچینگ سریع طراحی شدند. وجود یک کانال موس در ساختار آن یک مانع با پتانسیل کم برای اکثر حامل‌ها تشکیل می‌دهد. بنابراین عملکرد بایاس رو به جلو SBR در ولتاژ پایین شبیه دیودهای شاتکی است. 7. دیود سیگنال بزرگ یا لارج سیگنال دیود.
دیودهای سیگنال بزرگ با دیودهای سیگنال کوچک در ناحیه اتصال پی خود متفاوت هستند. دیودهای سیگنال بزرگ دارای ناحیه اتصال پی بزرگی هستند که باعث افزایش ظرفیت حمل جریان و همچنین پیک ولتاژ معکوس می شود. این دیودها نسبت مقاومت رو به جلو به مقاومت معکوس بسیار پایینی دارند، با مقاومت رو به جلو معمولاً چند اوم، در حالی که مقاومت معکوس بر حسب مگا اوم است. به همین دلیل این دیودها برای مدارهای فرکانس بالا مناسب نیستند. آنها دارای رتبه PIV بزرگ، مقاومت رو به جلوی کوچک و ظرفیت حمل جریان زیادی هستند. دیود سیگنال بزرگ معمولاً برای اصلاح ولتاژ AC به DC یا برای سرکوب ولتاژهای پیک بالا استفاده می شوند. در واقع دیودهای سیگنال بزرگ بیشتر دیودهای یکسو کننده هستند. دیودهای سویچینگ یا سویچینگ دایودز. 1. دیود بازسازی پله‌ای. دیود بازسازی پله‌ای یا استپ ریکاوری دایود یا SRD یک دیود پیوند PN است که شار جریان را هنگام معکوس شدن جهتش به طور ناگهانی متوقف می کند. از آنجا که این دیود از یک پیوند PN با تراکم آلایش بسیار پایین در نزدیکی پیوند ساخته می شود، تعداد حامل‌های بار یعنی الکترون‌ها و حفره‌ها نزدیک پیوند کاهش یافته و ظرفیت ذخیره بار در آنجا ناچیز می شود. این ویژگی دیود بازسازی پله‌ای را قادر به سویچینگ خیلی سریع از حالت آن به حالت آف خواهد کرد. در یک دیود معمولی هنگام سویچ از هدایت مستقیم به قطع معکوس، جریان به دلیل بار ذخیره شده برای مدت کوتاهی جاری می شود. به همین دلیل سویچینگ دیود معمولی مدتی زمان می برد. اما دیود SRD به دلیل ذخیره نکردن بار می تواند شار جریان را فوراً متوقف سازد. 2. پین دیود. یک دیود با یک ناحیه بدون ناخالصی از نوع نیمرسانای ذاتی بین نیمرسانای نوع P و نیمرسانای نوع N است. نواحی P و N معمولاً برای برقراری اتصال عمومی به مقدار زیاد آلایش شدند. دیود پین یا پین دایود یک دیود سه‌لایه P و I و N است که لایه نیمه هادی ذاتی I بین نیمه هادی بسیار آلاییده نوع P و N قرار دارد. الکترون ها و حفره ها به ترتیب از ناحیه نوع N و P به ناحیه ذاتی I جریان می‌یابند. به محض اینکه ناحیه ذاتی با الکترون ها و حفره ها کاملا پر شد، دیود شروع به رسانش می‌کند. در بایاس معکوس لایه ذاتی وسیع دیود می تواند ولتاژهای معکوس بالا را مسدود و تحمل کند. در فرکانس بالاتر دیود پین به عنوان یک مقاومت خطی عمل می کند. به همین دلیل این دیود زمان بازیابی معکوس ناچیزی دارد. دلیل آن این است که ناحیه ذاتی آی در طول چرخه های سریع زمان کافی برای تخلیه به دست نمی آورد. البته این دیود در فرکانس پایین مانند یک دیود یکسو کننده عمل می کند، زیرا برای تخلیه زمان کافی به دست می آورد و در طول چرخه قطع می شود. اگر یک فوتون وارد ناحیه آی یک دیود پین با بایاس معکوس شود، یک جفت الکترون و حفره تولید می شود. این جفت الکترون و حفره به صورت جریان خارج می شود. از این رو از این دیود در آشکارسازهای نوری و سلولهای فوتوولتائیک استفاده می شود. دیودهای پین در یک سوسازی ولتاژ بالا عملکرد RF به عنوان تضعیف کننده و المان سویچینگ به کار می روند. دیود تونلی یا دیود ایساکی. دیود تونل به پدیده تونل زنی کوانتومی مربوط می شود. زمان تونل زنی در قطعه خیلی کوتاه است، به طوری که استفاده از آن را در ناحیه موج میلیمتری به خوبی میسر می سازد. به خاطر تکنولوژی تکمیل شده آن، از دیود تونل در کاربردهای ریزموج توان پایین نظیر نوسانگر موضعی و مدار قفل شدگی بسامد استفاده می شود. دیود تونلی یا تونل دایود توسط لئو ایساکی در سال 1958 ابداع شد و در رابطه با آن نیز در سال 1973 جایزه نوبل دریافت کرد. به همین دلیل این دیود را دیود ایساکی نیز می‌نامند. دیود تونل
یک دیود پیوند PN بسیار آلاییده است که بر اساس اثر تونل زنی کار می کند. در این نوع دیود به علت تراکم آلایش زیاد، سد پیوند بسیار نازک می شود و به الکترون اجازه می دهد تا به آسانی از سد بگریزد. این پدیده به عنوان اثر تونل زنی شناخته می شود. در نمودار ولتاژ جریان دیود تونلی ناحیه‌ای وجود دارد که در آن با زیاد شدن ولتاژ جریان کاهش می‌یابد. این ناحیه مقاومت منفی نامیده می شود. دیود تونلی در این ناحیه به منظور کاربردهای گوناگونی از قبیل اسیلاتور و تقویت کننده مایکروویو کار می کند. از جمله ویژگی‌های این دیود هدایت جریان در جهت معکوس و داشتن سویچینگ سریع است. 4. دیود معکوس. دیود معکوس یا بکورد دایود یک دیود پیوند PN است که عملکرد آن مشابه دیود تونلی و دیود زنر است، اما ولتاژ کاری بسیار پایینی دارد. دیود معکوس اساساً یک دیود تونلی است که یک طرف پیوند در مقایسه با طرف دیگر تراکم آلایش نسبتاً کمتری دارد. این دیود در بایاس مستقیم مانند دیود تونلی عمل می کند، اما اثر تونل زنی آن در مقایسه با دیود تونلی بسیار کم است. در بایاس معکوس نیز عملکرد آن مشابه زنر است، با این تفاوت که ولتاژ شکسته بسیار کمتری دارد. دیود معکوس در موارد زیادی مورد استفاده قرار نمی‌گیرد، اما می‌توان آن را برای یکسوسازی یک سیگنال ولتاژ کوچک یعنی 0.1 تا 0.6 ولت به کار برد. این دیود به دلیل سرعت سویچینگ بالا می‌تواند به عنوان یک سویچ در ضرب کننده و میکسر RF استفاده شود. 5. یک سوساز کنترل شده با سیلیکون. یک سوساز کنترل شده با سیلیکون یا سیلیکون کنترل رکتیفایر یا SCR یک قطعه سویچینگ نیمه هادی 4 لایه PN است که 3 سر آنود، کاتود و گیت دارد. SCR در اصل یک دیود با یک ورودی کنترل خارجی است که به عنوان ورودی گیت شناخته می شود و امکان جاری شدن جریان را در یک جهت می دهد. دیودهای محافظ یا پروتکتیو دایودز. یک فلای بک or freewheeling داید. دیود هرزگرد، فلای بک، بازگشتی یا ضربه‌گیر یک دیود معمولی است که به منظور حذف ولتاژ الگایی حاصل از بارهای سلفی استفاده می شود. در بارهای سلفی اگر جریان بار به طور ناگهانی کاهش یابد یا قطع شود، ولتاژ الگایی معکوس و شدیدی در 2 سر بار به وجود می آید که موجب آسیب دیدن سایر المانهای مدار مثل ترانزیستور یا مدارات مجتمع که به ولتاژهای گذرا حساس هستند می شود. برای تخلیه کردن این ولتاژ و جلوگیری از آسیب دیدن مدار معمولاً یک دیود به صورت موازی با بار قرار می گیرد که با آن دیود هرزگرد گفته می شود. 2. دیود خنثی‌ساز یا سرکوبگر ولتاژ گذرا. دیود خنثی‌ساز ولتاژ گذرا یا Transient Voltage Suppression Diode یا دیود TVS یک نوع دیود بهمنی است که از مدار در برابر نوسانات ولتاژ زیاد محافظت می کند. دیود TVS در مقایسه با دیود بهمنی ظرفیت نگه داشتن ولتاژهای بالا را دارد. عملکرد دیود یک طرفه TVS شبیه دیود بهمنی است. این دیود به عنوان یک یکسو کننده در بایاس مستقیم و محافظ نوسانی در بایاس معکوس عمل می کند. عملکرد دیود دو طرفه TVS نیز مانند 2 دیود بهمنی است که مخالف یکدیگر و به صورت سری بسته شدند. این دیود به صورت تک جزئی ساخته می شود و به 2 روش عمل می کند. هنگامی که به صورت موازی با یک مدار بسته می شود، حفاظت نوسانی ایجاد می کند. 3. دیود سیگنال کوچک. دیود سیگنال کوچک یا اسمال سیگنال دایود یک نوع دیود پیوند PN است که در سیگنال‌های ولتاژ پایین کار می‌کند. از آنجایی که ناحیه پیوند این دیود بسیار کوچک است، این پیوند ظرفیت خازنی کمتر و ظرفیت ذخیره بار پایینی دارد. این ویژگی دیود سیگنال کوچک را قادر می‌سازد تا سرعت سویچینگ بالا و زمان بازیابی بسیار سریعی داشته باشد. نقاط ضعف این دیود جریان و ولتاژ پایین است.
این نوع دیودها به دلیل سرعت سویچینگ بالا در مدارهایی با فرکانس بالا به کار می روند. 4. دیود جریان ثابت. دیود جریان ثابت یا CCD یکی دیگر از انواع دیودها می باشد که همچنین به عنوان دیود تنظیم کننده جریان، دیود محدود کننده جریان یا CLD یا ترانزیستور متصل به دیود نیز شناخته می شود. وظیفه این دیود تنظیم ولتاژ در یک جریان خاص است. CCD مخفف Constant Current Diode می باشد. CCD به عنوان یک محدود کننده جریان دو ترمینال عمل می کند. همچنین در دیود جریان ثابت JFET به عنوان محدود کننده جریان برای دستیابی به آمپدانس خروجی بالا عمل می کند. دیودهای میکروویو یا دیودهای با قدرت بالا. میکروویو or high powered diodes. 1. دیود خازنی یا واراکتور یا تنظیمی وریکپ or واراکتور دیود. نام دیود خازنی یا واراکتور از ترکیب حروف اول دو واژه خازن و متغیر یعنی variable capacitor ایجاد شده است. دیود خازنی یا دیود واراکتور یک دیود پیوند PN است که ظرفیت خازنی آن با تغییر ولتاژ معکوس اعمال شده به دیود تغییر می کند. دیود خازنی یا همان واراکتورها یکی از قطعات کاربردی در مدارهای الکترونیکی هستند که شناخت آنها برای هر مهندسی ضروری است. همانطور که پیداست، واژه دیود خازنی از دو کلمه دیود و خازن تشکیل شده و نشان دهنده این است که این قطعه ویژگی و خصلت هر دو را دارا می باشد. در واقع دیود خازنی یک خازن متغیر با ولتاژ بوده و مانند دیود زنر صرفاً در بایاس معکوس عمل می کند. دیود خازنی خازن‌های کنترل شده با ولتاژ هستند. آنها پیوند PN و ظرفیت خازنی پیوند متغیری دارند. دیودهای خازنی تحت شرایط بایاس معکوس عمل می کنند و در اسیلاتور کنترل شده با ولتاژ، در حلقه قفل فاز یا فیز لاکت لوپ، فیلترهای تنظیم RF و ضرب کننده های فرکانس به کار می روند. لایه تخلیه بین ماده نوع N و P در این دیود با تغییر ولتاژ معکوس تغییر می کند. ظرفیت خازنی پیوند تمام دیودها با ولتاژ معکوس تغییر می یابد، اما دیود خازنی قادر است از این اثر با محدوده بالایی از ظرفیت خازنی استفاده کند. 2. دیود گان یا قطعه الکترون منتقلی یا Transferred Electron Device. اثر الکترون منتقلی ابتدا در سال 1963 مشاهده شد. در اولین آزمایش خروجی ریزموج وقتی ایجاد شد که یک میدان الکتریکی AC که چند هزار ولت بر سانتی متر بیشتر از ولتاژ آستانه بحرانی بود بر یک نمونه نوع N کوتاه از گالیوم آرسنید یا ایندیوم فسفات اعمال شد. قطعه الکترون منتقلی یا TED یک قطعه ریزموج مهم است. از آن به طور گسترده به صورت نوسانگر موضعی و تقویت کننده توانی که برد بسامد ریزموج را از 1 تا 100 گیگاهرتز می‌پوشاند استفاده می‌کنند. تدها به حدی رشد کرده‌اند که به چشمه‌های ریزموج حالت جامد مهمی تبدیل شده‌اند که در رادارها، آژیرهای اعلام تجاوز و ابزارهای تست ریزموج مورد استفاده قرار می‌گیرند. تدها به مواد خیلی خالص و همگون با کمینه دام و ترازهای ناخالص عمیق نیاز دارند. دیود گان بر مبنای رسانایی دیفرانسیل منفی و در الکترونیک فرکانس بالا کار می کند. این دیود را می توان به عنوان تقویت کننده، نوسانگر و یا قطعات مرتبط با آنها به کار برد. این دیود به افتخار فیزیکدان بریتانیایی JB گان که در سال 1962 اثر گان را کشف کرد نامگذاری شده است. دیود گان پیوند PN ندارد و تنها شامل ماده نوع N است. در نتیجه AC را یکسو نمی کند، یعنی شبیه یک دیود معمولی عمل نمی کند. به همین دلیل بسیاری از افراد آن را به جای دیود المان الکترون انتقال یافته می نامند. این دیود شامل 3 لایه نوع N است.
دو لایه‌ای که در طرفین و در دو سر دیود قرار دارند تراکم آلایش بیشتری دارند، اما لایه نازک وسط تراکم آلایش کمتری دارد. هنگامی که ولتاژ به دیود گان اعمال می شود، ابتدا جریانش با افزایش ولتاژ افزایش می یابد. در ولتاژ بالاتر مقاومت لایه وسط همراه با ولتاژ شروع به افزایش می کند و منجر به افت شارع جریان می شود. بنابراین دیود گان یک ناحیه مقاومت منفی دارد و در این ناحیه کار می کند. دیود گان در یک اسیلاتور برای تولید میکروویو های فرکانس بالا مورد استفاده قرار می گیرد. دیودهای زمان گذر بهمن یا Avalanche Transit Time Diodes. یک دیود بهمنی. دیود بهمنی یا Avalanche Diode یک دیود پیوند PN است که به طور ویژه برای عمل کردن در ناحیه شکست بهمنی طراحی شده است. شکست بهمنی پدیده‌ای است که در آن ولتاژ معکوس کافی به پیوند PN اعمال می شود. به همین دلیل حامل‌های اقلیت یونش ایجاد کرده و شروع به شارش جریان قوی در جهت معکوس می کنند. دیود بهمنی از نظر الکتریکی مانند دیود زنر عمل می کند، اما تراکم آلایش آن در مقایسه با دیود زنر نسبتاً کمتر است. آلایش زیاد در داخل دیود زنر پیوند کوچکی ایجاد می کند، به گونه‌ای که ولتاژهای پایین می توانند به راحتی آن را بشکنند. اما دیود بهمنی به دلیل تراکم آلایش اندک پیوند بیشتری دارد و برای شکست آن ولتاژ بالایی لازم است. این پیوند بزرگ باعث می شود که این دیود در مقایسه با دیود زنر ساده محافظت بهتری در برابر نوسان برق داشته باشد. دو دیود ایمپات یا Impact Ionization Avalanche Transit Time Diode. کلمه ایمپات به جای کلمات زمان عبور بهمنی یونش برخوردی قرار می گیرد. دیودهای ایمپات از خواص یونش برخوردی و زمان عبور قطعات نیمرسانا استفاده می کنند تا در بسامدهای ریز موج مقاومت منفی تولید کنند. دیود ایمپات یکی از قدرتمندترین چشمه‌های حالت جامد توان ریز موج است. در حال حاضر دیود ایمپات در بین تمام قطعات حالت جامد می‌تواند بالاترین توان خروجی موج پیوسته را در بسامدهای موج میلیمتری یعنی حدود 30 گیگاهرتز ایجاد کند. اما یک مشکل قابل توجه در کاربردهای ایمپات وجود دارد. نویز آن به خاطر اغتشاشات اتفاقی روندهای تکثیر بهمنی بالاست. خانواده دیود ایمپات شامل قطعات فلز نیمرسانا و پیوندگاه‌های مختلف بسیاری می باشد. 3 دیود باریت یا Barrier Injection Transit Time Diode. کلمه باریت را به جای زمان عبور تزریق سدی قرار می دهیم. دیود باریت به خانواده دیود ریزموج زمان عبور تعلق دارد. سازوکار مسئول برای نوسانساز ریزموج، تزریق گرمایونی و پخش حامل اقلیت در سد بایاس شده مستقیم و تأخیر زمان عبور حاملهای تزریق شده عبوری از ناحیه سوک هستند. چون دیود باریت هیچ تأخیر بهمنی ندارد، انتظار داریم که در توان پایینتر و کارایی پایینتر از دیود ایمپات عمل کند. از طرف دیگر نویز مربوط به تزریق حامل در سد خیلی کوچکتر از نویز بهمنی در دیود ایمپات است. خاصیت نویز پایین و پایداری قطع دیود باریت را برای بسیاری از کاربردهای توان پایین نظیر نوسانگرهای موضعی و آشکارسازهای دوپلر مناسب می‌سازد. 4 دیود تراپات. تراپات مخفف ترپت پلاسما اولانش تریگر ترانزیت تایم است. این دیود به خانواده انواع دیودهای زمان گذر بهمن تعلق دارد و به طور گسترده در ژنراتورهای مایکروویو و نوسانگرها استفاده می شود. دیود تراپات در مقایسه با انواع دیودهای ایمپات کارآمدتر است، اما از نظر تولید نویز ناپایدار است. فرکانس های کاری دیود تراپات از 1 گیگاهرتز تا 10 گیگاهرتز است. دیودهای تاریخی یا historical diodes. 1 دیود خلا. دیود خلا یا واکیوم داید ساده ترین شکل یک دیود است که از یک لامپ خلا و 2 الکترود کاتود و آنود که در داخل لامپ خلا محصور شده اند ساخته شده است.
با گرم شدن تدریجی کاتود، آنود الکترون‌های ارسال شده از کاتود را دریافت کرده و جریان جاری می‌شود. کاتود می‌تواند به طور مستقیم یا غیر مستقیم گرم شود. در بایاس مستقیم، الکترون‌های آزاد روی کاتود پس از گرم شدن در خلا رها شده و توسط آنود جمع‌آوری می‌شوند. بنابراین در این حالت جریان جاری خواهد شد، اما در بایاس معکوس به دلیل اتصال آنود به پایانه منفی، الکترون‌های آزاد در خلا توسط آنود دفع می‌شوند و از این رو در این حالت جریان جاری نمی‌شود. دو ترایود یا دیود دوبل، دابل دایود ترایود. ترایود یا تریود یک لامپ خلأ تقویت کننده است که شامل 3 الکترود می شود که توسط یک پوشش شیشه‌ای در خلأ احاطه شده است. یک فیلمان حرارتی یا کاتود، یک شبکه یا گرید و یک صفحه آنود. ترایود در سال 1906 توسط لید فارست به وسیله اضافه کردن پایه گرید به لامپ فلمینگ یا فلمینگ تیوب اختراع شد. ترایود اولین ابزار تقویت کننده الکترونیکی بود و جد دیگر لامپ‌های خلأ مانند تترود و پنتود حساب می شود. این اختراع پایه عصر الکترونیک بود و تقویت رادیویی و تلفن از راه دور را ممکن ساخت. ترایود به طور فراگیری به عنوان ابزار الکترونیکی در رادیوها و تلویزیون‌ها استفاده می‌شد تا در سال 1970 ترانزیستور جایگزین آن شد. امروزه ترایود جایگاهش را در تقویت کننده های توان بالای RF در فرستنده های رادیویی و ایستگاه های RF صنعتی حفظ کرده است. ریشه نام ترایود از کلمه یونانی تریودوس می باشد. تری به معنی 3 و هودوس به معنی راه و جاده است که در اصل به مکانی گفته می شده که دارای 3 راه ورود و خروج بوده است. ترایودها در واقع لامپ خلایی هستند که یک الکترود میان کاتود و آنود آن اضافه شده که اصولاً به صورت یک مشبک فلزی است و به همین جهت شبکه فرمان یا شبکه کنترل خوانده می شود. اگر به این الکترود قطب منفی وصل شود، جریان را کاهش و اگر قطب مثبت متصل شود، جریان الکتریکی عبوری بین کاتود و آنود افزایش می‌یابد و بدین صورت جریان الکتریکی میان کاتود و آنود که به اختصار جریان آنود خوانده می‌شود، کنترل می‌گردد. 3. دیود اتصال نقطه‌ای. دیود اتصال نقطه‌ای یا پوینت کانتکت داید که به عنوان دیود سبیل گربه‌ای یا کت ویسکر داید یا دیود کریستالی یا کریستال داید شناخته می شود، دیودی است که در آن یک پیوند نقطه‌ای کوچک بین یک سیم فلزی و کریستال نیمه هادی نوع N شکل می گیرد. سبیل گربه یک سیم فنری نازک است که از فسفر برنز یا تنگستن ساخته می شود و یک پیوند اتصال نقطه‌ای با یک نیمه هادی نوع N ایجاد می کند. از این رو آن را دیود اتصال نقطه‌ای می‌نامند. ظرفیت خازنی پیوند این دیود به دلیل پیوند بسیار کوچکی که دارد بسیار کم است. بنابراین ظرفیت ذخیره‌سازی بار نیز بسیار کم خواهد بود. این ویژگی دیود را به یک قطعه سویچینگ سریع تبدیل می‌کند. هنگام ساخت عبور جریان نسبتاً زیاد از سیم سبیل گربه منجر به تشکیل یک ناحیه پی کوچک روی نیمه هادی نوع N می شود. این پیوند کوچک مانند پیوند PN عمل می کند. دیودهای اتصال نقطه‌ای برای سیگنال ولتاژ پایین و در میکسر مایکروویو و آشکارسازها استفاده می شوند. آنها جزء رایج‌ترین نوع دیودها هستند که در طراحی و عملکرد مدارهای الکترونیکی به کار می روند. 4. دیود شاکلی یا شاکلی داید. دیود شاکلی یک دیود 4 لایه PN است. این دیود مانند SCR است اما ورودی کنترل یا گیت ندارد. دیود شاکلی به محض اینکه به حالت آن و آف برگردانده شود، تمایل به ماندن در آن حالتها را خواهد داشت. 5. دیود آلاییده شده با طلا. در این نوع دیود از طلا یا پلاتینیوم به عنوان آلاینده یعنی ماده ناخالصی استفاده می شود. این آلایش دیود را قادر می سازد تا در سرعت سویچینگ بالا همراه با افزایش افت ولتاژ مستقیم عمل کند. جریان نشری معکوس این دیود نسبت به دیود پیوند PN معمولی بالاتر است. آخرین تکنولوژی دیود یا Latest Diode Technology. 1. دیود حرارتی یا پلتیر اور ترمال داید.
دیود حرارتی یا پلتیر یک نوع دیود است که مقاومت گرمایی در یک جهت آن نسبت به جهت دیگر متفاوت است. از این رو گرمایی تولید شده با ترک خنک کننده یک طرف دیود به طرف دیگر آن در یک جهت جریان می‌یابد. این دیود در ریز پردازنده برای کنترل گرمایی و در یخچال‌ها برای اثر خنک کنندگی به کار می‌رود. دیود ابررسانا یا سوپرکانداکتینگ دایود. دیود ابررسانا یک فناوری جدید در دست تحقیق و توسعه با چند مدل تجربی است. دیود ابررسانا شبیه به یک دیود ایدئال است که ویژگی‌های ایدئال را به نمایش می‌گذارد. انواع دیودهای ابررسانا افت ولتاژ صفر در مسیر رسانا و مقاومت بی‌نهایت در حالت نارسانا از خود نشان می‌دهند. دیود ابررسانای پیشنهادی یک دستگاه کنترل شده مغناطیسی است که در یک ابرشبکه مصنوعی قرار می‌گیرد. ماس یا متال اکساید سمیکانداکتور. موس دسته عمومی تر قطعه دیود میس یا دیود فلز عایق نیمرسانا است. معذالک چون در بیشتر مطالعات تجربی عایق دیوکسید سیلیسیوم بوده است، از واژه دیود ماس قابل تعویض با دیود میس استفاده می شود. دیود ماس مفیدترین قطعه در مطالعه سطوح نیمرسانا است. چون قابلیت اطمینان و پایداری تمام قطعات نیمرسانا به طور دقیقی به شرایط سطح آنها بستگی دارد، لذا ادراک فیزیک سطح برای فهم عمل قطعه با کمک دیود ماس دارای اهمیت عظیمی می باشد. دیود ماس به عنوان خازن انبارش در مدارهای یک پارچه نیز مفید است و پایه ساختار اساسی را برای قطعات جفت شده بار تشکیل می دهد. دیود فلز اکسید نیمرسانا یا دیود ماس اعتباری عالی در فیزیک قطعات نیمرسانا است. این امر به خاطر آن است که این قطعه ثابت کرده است که در مطالعه سطوح نیمرسانا بی‌نهایت مفید است. دیود ماس قلب مهمترین قطعه برای مجتمع سازی مقیاس خیلی بزرگ یا ماسفت را تشکیل می دهد. در بین تمام دیودهای ماس گسترده ترین مطالعه روی دیود ماس SiO2Si انجام شده است، چرا که مشخصه های الکتریکی دستگاه SiO2Si به مشخصه های دیود ماس ایدئال نزدیک می باشد.